زخمیان از ترکیش در یکی از مسجدهای کابل برای معالجه به شفاخانه‌های پایتخت افغانستان انتقال یافتند. یک مقام طالبان گفت بر اثر ترکیش در مسجد عیدگاه شهر کابل شخصان ملکی کشته شدند. در آنجا نماز جنازه مادر ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، برگزار می‌شد. مجاهد 3 اکتبر در شبکه اجتماعی توییتر ترکیش را تصدیق کرد، اما شماره دقیق کشته شده ها را نگفت. سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان سعید خوستی در پیام بر رادیوی آزادی نوشت که بر اثر ترکیش 2 کس فوتیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. ترکیش در راه اساسی در نزد درآمدگاه مسجد یاد شده به وقوع پیوست. یگان گروه تا هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. از ماه اوگوست از زمان سر قدرت آمدن طالبان در گوشه‌های مختلف افغانستان آرامی نسبی مشاهده می‌شد. یک سرباز طالبان که ترکیش را با چشم خود دیده است، به خبرگزاری ریترز گفت کمش 2 کس به هلاکت رسیده، 8 نفر زخم برداشتند. او افزود که یکی از بمبگذاران کشته و دیگری دستگیر شد. رسانه‌های محلی افغانستان با تکیه به منبع‌های برایشان قابل اعتماد در مأموریت طالبان نوشتند که ترکیش حیات کمش 8 نفر را از بین برده، 20 کس دیگر را مجروح کرد. به نوشته رسانه‌های محلی احتمال شماره قربانی‌ها بیشتر باشد. در مسجد عیدگاه و هموطنان ما شهید و زخمی شدند و این نشان دهنده است که دشمنای اسلام، دشمنای خصوصا مردم افغانستان و این شورش‌ها نمیخواین که آرامی و صلح در این وطن برقرار باشه. از مقامات امارت اسلامی ما خواهان هستیم که جلوگیری از این رویدادها کنند. تنظیم‌های جنگجوی به مانند گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش مخالف طالبان بوده، همچون تهدید به امنیت افغانستان ارزیابی می‌شوند. داعش مسئولیت ترکیش‌ها در شهر شرقی جلال آباد افغانستان را بر دوش گرفته است.